سلام، خیلی خوش اومدین به اولین ویدیو یوتیوب من نانا و امروز اومدم این طرحو که قبلا کشیدم روی ناخونم اجرا کنم. قبلا اینو روی ناخونم کشیدم ولی دوباره هوس کردم که بکشمش. لطفا سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. اولا میخوام که با مانیکور ناخونم شروع کنم. قبل از هر چیزی اول باید مانیکور انجام بشه که باید با سرسوهان شیمی ناخون کوتیکول ناخون به طرف عقب بره. خب الان لازمه که با یه براش، ترجیحاً از این براشا، کوتیکول ها رو به طرف عقب هدایت کنید اینجوری تا بلند بشه و بتونیم با میپر بگیریمش. کلا وسایلی که به عنوان مانیکور استفاده میکنی قبل از هر چیزی ضد عفونی میکنی تا بیماری پوستی منتقل نشه. الان لازمه که با یه سرسوهان توپی تمیزترش کنم. اینم الکل میپاشیم بهش تا ضد عفونی بشه. کلا هر چیزی که مربوط به مانیکوره باید ضد عفونی بشه. باید یه سرسوهان سنباده‌ای بخوره و بره برای مواد گذاری. الان باید زبرش کنیم. این کار من واقعا ازش متنفرم. و سطح ناخون زبر باشه تا مواد به خوردش بره. من این کار رو انجام میدم و دوباره میام. همونطور که میبینید براقیت سطحش رو بردم. تو این مرحله ناخون نباید به جای برخورد کنه یا مثلا آب بهش بخوره یا هر چیزی، چون که این زبریاش میره. الان میریم سراغ مرحله مواد گذاری. الان نوبت اینه که دهیدراتور بزنیم. دهیدراتور یا همون ضد قارچ. ضد قارچ خودش کار ضد قارچی رو انجام نمیده، ولی خب رطوبت قارچ از رطوبت به وجود میاد و رطوبت سطح ناخون رو میگیره تا ناخون به قارچ مبتلا نشه. و بعدش هم این پرایمر غیر اسیدی رو استفاده میکنیم که برای هر پوست حالا یا اسیدی یا غیر اسیدی رو باید استفاده کرد. یه سطح خیلی کم در حدی که ناخون خشک بشه. نوبت پرایمر باعث میشه که مواد بهتر به ناخون بچسبه. یه حالت چسبندگی ایجاد میکنه. موادی که من میخوام از ژلش استفاده کنم، چون که ناخون من خودش بلنده، میخوام فقط ژلیشش کنم و برای اون طرحی که مد نظرمه اندازش کاملا مناسبه. از رابر بیس میخوام استفاده کنم که برای ژلیش استفاده میشه و برای لامینت.
حالا فرق ژلیش و لمینت اینه که ژلیش سطح نازکی رو باید به ناخن بزنی، ولی نه، لمینت کار استحکام سازی هم انجام میده و به صورت هجین مواد رو روی ناخن قرار بدیم. حالا کسایی که حرفه‌ای‌ان میتونن مواد رو بذارن و خودشون به همون مقداری که لازمه روی ناخن قرار بدن، ولی خب کسایی که مبتدیان و ممکنه این اطراف ناخن رو بچسبونن میتونن که از یه پالت و یه قلم طراحی استفاده کنن برای دورش. وقتی که میخوایم مواد رو از توی لاک در بیاریم، یه طرف، ببینید این براش چقدر مواد داره، یه طرف براش رو به دیواره پوکه میزنی تا مواد به حد مناسبی برسه و شره نکنه. میذاریم اول 2 تا تقه بالا و میایم به سمت پایین. حالا یا مواد یا لاکژل باید حداقل 1 میل از این کوتیکول فاصله داشته باشه. خب قلم طراحی به درد همین کار میخوره که ما میتونیم یه ذره از موادمون رو روی پالت قرار بدیم و این اطراف ناخن رو باهاش پر کنیم و به همین شکل مواد میذاریم. همونطور که میبینید من این کار رو انجام دادم و الان باید بره تو یووی تا مواد خشک بشه. برای یووی مدت زمان 90 تا 120 ثانیه اوکی که باید بذاریم و کمتر اگه بذاریم خشک نمیشه، چون که مواد کاشته یه جورایی و لاکژل نیست. لاکژل باید 60 ثانیه بمونه. خب بچه همین الان ناخنم خشک شد و الان خاصیتی که این رابر بیس داره اینه که ناخن یه ذره نوچ میشه و باید با یه پد و یه کلینزری که داری سطح ناخن رو نوچیشو بگیریم و شروع کنیم به لاکژل گذاشتن و درک کردن ناخن و لاک زدن ناخن که من الان بیس ناخنم رو به شما نشون میدم. خیلی خوب نوچیشو میگیریم. الان مثل یه آینه است، اینقدر ناناس و جیگر. حالا اگه این طرح بیاد روش دیگه چی میشه؟ حالا نوبت اینه که بیس ناخنمون رو بزنیم. من از این بیس میخوام به عنوان زیر طراحیم استفاده کنم. موقع لاکژل زدن باید 2 لایه لاکژل بزنید، یعنی یه بار خشک بشه و دوباره لاکژل بزنید، چون که اون پیگمنت اصلی خودش نشون بده، اون رنگ جیگر خودش نشون بده. اضافه لاکژل میگیم و سطح زیری باید خیلی نازک باشه. نکته هم باید حواستون باشه. الان اگه هر پسری بیاد ببینه میگه این که فرقی نکرد، ولی خب فرق کرده، از دیگه دخترها فرق کرده. میذاریم که خشک بشه و اینکه برای خشک شدن لاکژل نیاز به 60 ثانیه زمانه و این هم مثل مواد قبلی میذاریم کنار تا جلوی دستگاه خشک نشه. بچه سطح اول خشک شد و باید سطح دوم بزنیم. من این سطح رو میزنم و دوباره میام نشونتون. خب لایه دوم لاکم هم خشک شد و میبینید که انقدر رنگش بهتر شد و پیگمنتش بیشتر شد. حالا میخوام یه طرحمون رو انتقال بدم. رنگایی که فعلا لازم میشه رو من برداشتم و میخوام فعلا با یه قلم داتینگ این گردیاشو بذارم.
خب طرح نهاییمون رو کشیدیم و الان من دیگه یه تاپ کات بزنیم روش و دیگه کارمون تموم میشه. خب اینم از طرح نهایی ما. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. لطفاً چک کنین که لایکتون مونده باشه. یوتیوب بعضی اوقات لایک رو میپرونه. همینجا براتون پیج اینستاگرام هم میذارم، اگه دوست داشتین یه سر بهش بزنید. خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.